شنوندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار از تلویزیون تاجیکستان منظور شما می‌نماییم. در استودیو با شما مرجانه شریفова. جهت رشد و پیشرفت استوار کلی ساحه‌های مملکت مسئولیت و مسئولیت شناسی هر یک نفر کارمند نقش مهمی می‌بازد. مسئولیت شناسی به اخلاق، تربیت، دانش و وجدان انسان پیوستگی دارد. همه نمود کار و فعالیت باید در دایره مسئولیت‌ناکی انجام داده شود. مسئولیت جوابگری، مسئول بودن برای کاری را افاده کرده، مسئولیت‌ناکی حسی جوابگری، احساسی جوابگری چیزی یا کسی می باشد. مسئولیت بالاتر از وظیفه است. مسئولیت بالاتر از عهده‌داری است. چون اگر ما وظیفه‌مان را اجرا نکنیم با این یا آن راه مجبور هستیم که آن را اجرا کنیم و عهده‌داری ما را نیز همین چنین. اما مسئولیت به ایمان به وجدان هر کس وابسته است. یعنی هر نفر باید در اجرای وظیفه خود مسئولیت احساس کند. در جامعه شخصی را مسئولیت شناس میگویند که جوابگر بودن خود را برای انجام کار درک کرده است. به طور مثال اگر والدان خود نیروی ذهنی و عقلانی رشد یافته و مسئولیت شناس باشند، پس فرزندان آنها نیز در چنین محیط رشد خواهند کرد. اگر والدان بی‌پروا باشند و نسبت حیات فرزندان کم توجهی ظاهر نمایند، پس فرزندان نیز در آینده چنین مناسبت را با آنها روا خواهند دید. اگر ما میگیریم هر یک اعضای جامعه، هر یک عضو جامعه مسئولیت دارد، مسئولیتناک باید باشد. وقتی که ما مسئولیت احساس میکنیم وظیفه خود را به درجه باید اجرا میکنیم. چون شخص مسئولیتناک وظیفه‌اش را هم با صفت هم در وقتش با مسئولیت بلند اجرا میکند. معلم باید خوب درس گوید، دکتر خوب باید طبابت کند، کارگر نقص کار کند، دهقان کشت و کارش را موافق طلب به راه ماند، آنگاه جامعه پیش می رود. شخصی به مسئولیت نفری است که حسی مسئولیت ندارد و نسبت کار و فعالیت خنک نظرانه و بی‌پروایانه رفتار می کند. هر نماینده کسب و کار اگر وظیفه‌اش را درست اجرا نکند، از روی مسئولیت رفتار نکند، بی مسئولیتی کند، ما می‌بینیم که در عموم ضرر جامعه میشود. ببینید در تاجیکستان دو قانون ملی است. یکی که در دنیا همتا ندارند، یکی قانون درباره مسئولیت پدر و مادر در تربیت فرزند، دیگر یک قانون درباره تنظیم و رسم و آیین ها و این دو قانون کاملا قانون های ملی هستند که باعث آموزش از طرف کشورهای دیگر، جامعه های دیگر شدند و این دو قانون در اصل قانونی هستند که مسئولیت را طلب میکنند. مسئولیت پدر و مادر در تربیت فرزند و دیگر مسئولیت هر یک عضو جامعه در رعایت اصلا قانون و قانونیت. اگر سخن سری مفهوم‌های چون مسئولیت چیست و مسئولیت شناس بودن چی معنی دارد رود، اندیشه کردن ضرور است که این مفهوم‌ها در زیر عباره اخلاق حمیده انسانی جنبست می‌گردد. خلاصه کردن ممکن است که عامل اساسی آسودگی اهالی و پیشرفت دولت از مسئولیت شناس بودن هر اعضای جامعه نسبت به کار و فعالیت خود وابستگی دارد. با استقبال 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای سازندگی و بنیادکاری در شهر دوشنبه ادامه دارد. بنیاد انشاءات تعیینات گوناگون از جمله بناهای بلندآشانه استقامتی، مؤسسه‌های نوی تعلیمی و مرکزهای خدمت‌رسانی به سیمای پایتخت حسن دیگر ضمن نموده است. عبدالحمید نظیر از روند سازندگی‌ها در شهر دوشنبه گزارش نموده است. وسعت تدبیرهای آبادانی و سازندگی در شهر دوشنبه که با مقصد اجرای دستور و سفارش‌های رهبریت عالی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت مهیا نمودن شرایط مساعد کار و زندگی در پایتخت مملکت مورد عمل قرار دارند، باعث گردید که در یک مدت کوتاه انفراستراکچور گوناگون شهر تکمیل داده شود. نقشه‌های سازنده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه نیز در همین زمینه به راه مانده شده، مرحله به مرحله بنیاد بناهای بلندآشانه استقامتی و همچنین بناهای معماری و خدمت‌رسانی با مهیا بودن شرایط معاصر را میتوان مثال آورد. حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد رشد دادن بخش خصوصی و تقویت شریکی دولت با این بخش برنامه‌های مشخص را روی دست دارد. صاحبکاران نیز در نوبت خود با روح بلندی از دستگیری‌ها توسط اقدام‌های سازنده در آبادی دیار سهم می‌گذارند. در همین زمینه با اقدام سازنده رهبریت جمعیت دارای مسئولیت محدود یاقوت 2000 ساختمان بناهای بلندآشانه استقامتی در کوچه بخارا و بوریش شفچنکو جریان داشته، کارگران و ساختمانچیان تلاش بران دارند که انشاءات بنیاد شونده را با صفت بلند و مطابق به طلبات معماری و شهرسازی ساختن مورد بهره برداری قرار دهند. عین حال در این بناهای سرآشیانه قریب 300 نفر متخصصان محلی با کار تأمین گردیدند. بنای مذکور از 4 قسمت
عبارت بوده دارای 488 حجره می باشد. همزمان بیناهای بلند آشیانه استقامتی دارای توقفگاه دو آشیانه می باشند. فعلا قسمت یکم این بیناها به اتمام رسیده، در باقی مانده کارهای ساختمانی شبانه روزی به راه مانده شده است. با بنیاد این بیناهای بلند آشیانه یک گوشه پایتخت زیبا خواهد گردید. ساختمان بسیار آشیانه عبارت است از 4 بلوک A B و G. بلوک A ای 19 آشیانه عبارت است، بلوک B ای 22 آشیانه عبارت است، بلوک V ای 26 آشیانه، بلوک G ای 22 عبارت است از توقفگاه و آشیانه یکم و دوم مرکز سودا و آشیانه بالا ای خانه استقامتی عبارت است. در سمت شرایط مساعد تعلیم نیز نقشه ها مشخصند و بیناهای خوشتر و زمانوی تعلیمی در شهر دوشنبه بنیاد یافته ایستادند. رهبریت جمعیت دارای مسئولیت محدود یا خود 2000 جهتی در عمل تطبیق نمودن سیاست سازنده پیشوای ملت و رهبریت شهر دوشنبه روند سازندگی ها را وسعت بخشیده در ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه بنیاد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 65 را ادامه می‌دهد. مکتب مذکور برای 860 نفر خواننده در یک بس پیش بینی شده. کارهای ساختمانی ماه سپتامبر سال 2018 آغاز شدند و این زمان کارهای بنیادکاری در آشیانه چهارم جریان دارد. در هفته کارهای ساختمانی 80 نفر از ساکنان محلی با کار جلب گردیدند. این تدبیر سازنده امکان فراهم می‌آورد که نسل نورس پایتخت در سیمخانه‌های برهوای مجهز با عیانیت‌های تعلیمی علم‌های معاصر را از خود کنند. این زمان کارهای ساختمانی در مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 65 ادامه دارد. در کارهای ساختمانی زیاده از 80 نفر متخصصان محلی کار و فعالیت کرده ایستادند. ما کوشش می‌نماییم که در مهلت معین شده ساختمان را به اتمام رسانده بسپاریم. همزمان در پهلوی راست مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 65 ناحیه شاه منصور از جانب جمعیت مذکور ساختمان بینای بلند آشیانه استقامتی دو قسمته عبارت از 25 آشیانه به نقشه گرفته شده کارهای آمادگی ساختمانی جریان دارد. طبق نقشه در 3 آشیانه این بنا باغچه بچگانه برای 300 نفر، مرکز خدمت رسانی طبی و در آشیانه چهارم باشد برای آب و تاب بدن در علاهیدگی برای زنان و مردان پیش بینی شده است. همکنون با آغاز کارهای ساختمانی امکان فراهم می‌گردد که بیش از 250 نفر متخصصان با جای کار تامین گردند. لایحه این بیناها از امارات متحده عرب آورده شده امکان فراهم می‌آورد که 500 نفر از ساکنان مملکت صاحب خانه‌های نو و زمانوی گردند. رهبریت جمعیت مذکور این همه سازندگی و بنیادکاری‌ها را نتیجه سیاست و دستگیری‌های همیشگی رهبریت عالی دولت و حکومت مملکت و مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر دوشنبه نسبت صاحبکاران وطنی معنی داد نموده ابراز می‌دارند که عملی نمودن چنین بنیادکاری‌ها اجرای قرض فرزندی هر شخصی وطن دوست و خویشتن شناس می‌باشد. عبدالحمید نظیر، حفیظ الله سعدالله، مقصد اخبار. امروزها باغ‌های ناحیه جیهون غرقی گل بوده. خوجگیداران با دست و دلی پاک به مهنت سازنده مشغول می‌باشند. در ناحیه 3500 خوجگی دهقانی موجود بوده. زمین به طور ثمرناک استفاده کرده می‌شود. موجود بودن تکنیک‌های زمانوی و امکانات مساعد برای دهقانان در این ناحیه باعث گردیده است که همسال زمین‌های بکار خوابیده به گردش کشاورزی وارد کرده شوند. گزارش گلچهره ستار. با معتدل گردیدن وضع هوا در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان باغ‌ها گل کرده و از آمد بهاری فیض‌بار درک می‌دهد. تدبیرهای اگرتکنیکی در موسم تیر ماه زمستان گذشته در باغات نتیجه آورده امروز آنها غرق گلند و از حاصل بلند میوجود درک می‌دهند. با نظر داشت آنکه ساحه باغداری در این ناحیه منفعت بار است، کشاورزان به این بخش نیز توجهی زیاد ظاهر می‌نمایند. دوامی سال‌های صاحب استقلالی زمین به صاحب اصلی خود رسیده، این مزرعه‌های سبز از آن شهادت می‌دهد که دهقانان با دلگرمی مهنت نموده هم سطح زندگی خود را بالا می‌بردارند و هم در تامین بازار استعمالی با محصولات تر و تازه کشاورزی سهم می‌گذارند. در ناحیه جیهون موافق حسابات سالانه زمین میدان 15773 گکتار زمین‌های کارا موجود هستند که موافق دورنما همه این زمین‌ها به نقشه گرفته شده است. امسال در میدان 10400 گکتار کشتی پیاز گذرانده شد. چه خیلی می‌بینیم در میدان 80 گکتار کشتی سبزی بود. الکی جمع‌آوری از طرف خوجگی دهقانی سبزی جمع‌آوری کرده شده است با کشتی پولیزی تورید دیدیم. در ناحیه جیهون بیش از 3000 خوجگی دهقانی موجود بوده. هر قطعه از زمین به طور ثمرناک و عاقلانه استفاده می شود.
موجود بودن تکنیک‌های زمانوی و امکانیت مساعد برای دهقانان در این ناحیه باعث گردیده است که همه‌ساله زمین‌های بکارخوابیده به گردش کشاورزی وارد می‌شوند. امروز پیازی بر وقتی در نشونما بوده، آخرهای ماه مارس و اولهای ماه اپریل حاصل جمع‌آوری و به بازار برآورده می‌شود. باید گفت که خواجگیداران ناحیه جیهون در تامین بازار با سبزیجات بر وقتی سهم نظررس دارند، چون که اقلیم گرم ناحیه امکانی گرفتن تا 3 حاصل از یک زمین را فراهم آورده است. در حدود جماعت 698 خواجگی دهقانی فعالیت دارند. هر یک پارچه زمین ثمره‌ناک استفاده برده می شود و دهقانان حدود جماعت ما از یک زمین 2-3 مرتبه حاصل دلخواه به دست می‌آورند. دوران صاحب استقلالی از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان در ساحه کشاورزی یک قطار اصلاحات وارد گردید. تأسیس خواجگی‌های انفرادی و دهقانی که امروز شماره‌شان در جمهوری به زیاده از 180,000 میرسد، با آن باعث شد که زمین ثمره‌ناک استفاده گردیده دهقانان برابر تامین اهالی با محصولات با صفت کشاورزی همچنین سطح زندگی خود را نیز بالا بردارند. در ناحیه مسجد برای کشت بهاری بیش از 500 تراکتور و دیگر تجهیزات تکنیکی و در شهر کنی بادام زیاده از 420 تکنیک تعمیر و نوسازی کرده شدند. گزارش همکاران ما. در ماه مسچو در مساحت قریب 22,000 گکتار کشتی بهاری زراعت و سبزیجات پیش بینی شده است. الحال در خواجگی‌های ناحیه قسمی کشتی بروقتی بهاری انجام یافته، کشتی زراعت و سبزیجات و کارتوشکا جریان دارد. تا این دوره خواجگیداران در میدان بیش از 700 گکتار کشتی بروقتی گذراندند. امسال در ناحیه میدان کشتی پخته زیاد کرده به 11940 گکتار رسانده می شود. برای انجام سریوقتی تدبیرهای کشتی بهاری در برابر ذخیره تخمی تیار کردن زمین و تکنیکا از عامل‌های اساسی محسوب می‌یابد. در خواجگی‌های دهقانی و کوپراتیوهای استحصالی 6 جماعت و شهرک ناحیه مسچو مسئولان ساحه، مهندس تکنیکا، کارمندان گستاخانه‌ها و مکانیزاتوران آماده نمودن تکنیکی و تجهیزات تکنیکی کشاورزی را انجام دادند. در موضع سفیدگل ناحیه مسچو گروه کاری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت، اداره‌های مربوطه ولایتی حالت آمادگی تکنیکی و تجهیزات کشاورزی را سنجش کرده از نظر گذراندند. در خواجگی‌های ناحیه برای کشتی بهاری از 992 عدد تراکتورهای موجوده استفاده می‌شود. در خواجگی‌های ناحیه فایز بیشتری تراکتورهای شودوار کننده و برای کارهای تو کشت استفاده شونده نو کرده شدند. از روی معیار تکنیکی مهلت و تامین صفت کشت برای مساحت 11940 گکتاری پیش بینی کشتی پخته طبیعی است که خواجگی‌های کشت را بر وقت انجام داده، تکنیکی و تخمی پاشک را در اساس شرطنامه و همکاری با دیگر خواجگی‌ها پیشنهاد نمایند. قسمی از خواجگی‌ها دارای تکنیکی و تخمی پاشک‌های اونیورسالی اند. این به صورت و صفت کاری کشت مساعدت می‌نمایند. خواجگی‌های علاوه در استفاده تخمی تیار کردن زمین و تکنیک با گروه‌های علمی و مشورتی همکاری می‌نمایند. تشکیلات مطبوعاتی سراب قطع همکاری داره. سیالکی که امروز نه بلکه فقط برای کشتی زراعت پخته تکنیکی، اینچنین جوری دان، نخود، دیگر زراعتی که برای خارجی قشلاق اولی بهاری باید کشکاره میشد. در جریان چاره‌بینی سنجش آمادگی تکنیکی و تجهیزات کشاورزی و گروهی مهندس تکنیکا و مکانیزاتوران برای عملی نمودن تدبیرهای سودمند دوره کشتی بهاری و نوآوری تحفه‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه مسچو تقدیم کرده شد. در شهر کنیبادان برای دوره کشتی بهاری در همه شکل‌های خواجگی‌داری بیش از 325 عدد تکنیک‌های کشاورزی استفاده می‌شود و امروز آمادگی تکنیک در 5 منطقه جماعت دهات لاهوتی به نام همرابویف، جماعت پتر و پولادان، خواجگی به نام اینجان بایمت و مورد بازی قرار گرفت. خواجگیداران، کشاورزان، مهندس تکنیکا، سهامداران، مکانیزاتوران برای آمادگی تکنیکی هوسمند بوده دوام 2 ماه همه تکنیک‌های کشاورزی را تعمیر و آماده نمودند. تکنیک کشاورزی اساس پیشرفت و صفت همه کارهای اگروتکنیکی و کم کردن مهنت دستی و خراجات در استحصال محصولات کشاورزی است. با در نظرگیری این عامل سال روان از جانب خواجگی‌های دهقانی شهر کنیبادام از حساب درآمد خواجگی طریق لیزینگ 23 تکنیک‌های نو برای شودگار، برای کارکرد بین قطاری باغ‌ها و تجهیزات برای مالک‌کنی تخم پاچه خریداری شدند که این امکان می‌دهد کشت بهاری در مهلت معین شده صورت گیرد. در همه خواجگی‌ها دهقانی اساساً کارهای صحرایی کرده استادند. مدنیت زمینداری می‌گوییم همین زمین‌های برای کشتکاری بهارانه تیار کرده شدند. همچنین
حاضر 25 گکتار کارتوشکا کاشتیم تمام کردیم. مسئولین متخصصان سرریاست کشاورزی شعبه بازرسی دولتی تکنیک کشاورزی با وضع آمادگی تکنیکی ماشین و مکانیزم های کشاورزی که در کشت بهاری استفاده می شوند شناس شدند و به کشاورزان راهبران خواجگی ها بهره صفناک و کشت تخمه های سرحاصل به اقلیم محل خاص استفاده نوری های مینرالی رفع کمبودی ها دستور و مصلحت ها دادند. تنها ماه فеврал سال 2019 5 تن 971 کیلو مواد دارووری، مال‌های طبی، غذایی کودکانه و مال‌های آرایشی گیگینی مهلت استفادهشان گذشته و غیر استانداردی از جانب متخصصان خدمات نظارتی و نمایندگان مقامات پروکراتورا با راه سوزانیدن نیست و نابود کرده شد. ادامه موضوع در گزارش زلفیه رحیم‌زاده. нест кардани маводи дорворӣ ва молҳои тиббию ороишӣ ба талабот ҷавобгӯ набуда муҳлати истифодабариашон гузашта ва бе сертификати мутобиқат тибқи низомномаҳои муайян гардида ба анҷом расонда мешавад. маводи дорвории муҳлатгузашта ва ба талабот ҷавобгӯ набуда ҳам дар асоси мактуб ба хадамоти назорати давлатии тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ аз ҷониби ширкатҳои дорворидкунанда ва дорухонаҳо ва ҳам дар асоси санади гирифт аз муомилот бо роҳи сӯзонидан несту нобуд карда мешавад. танҳо моҳи феврали соли 2019 5 тоннаи 971 килограмм маводи дорворӣ, молҳои тиббӣ, ғизои кӯдакона ва молҳои ороишию гигиении муҳлати истифодабариашон гузашта ва бе сертификати мутобиқат бо иштироки комиссияи босалоҳият намояндагони мақомоти прокуратура бо роҳи сӯзонидан несту нобуд карда шуд. аз 5 тоннаи 971 килограмм маводи дорворӣ 2 тоннаи 682 килограмм маводи дорвориро ширкатҳои дорворидкунанда тариқи мактуб ба хадамоти назоратии масъул супоридаанд. 3 тоннаи 285 килограмм маводи дигар бошад ҳангоми санҷиш бо сабаби ғайри стандартӣ ва ба талабот ҷавобгӯ набудан аз муомилот гирифта шудааст. бо вуҷуди пешгирии ба муомилот баровардани дорвории ғайристандартӣ масъулони ширкатҳои дорворидкунанда ва кормандони дорухонаҳоро мебояд ҳангоми ба муомилот баровардани дорворӣ аз рӯи инсоф фаъолият карда солимии ҷомеа ва манфиати давлату миллатро аз манфиатҳои шахсӣ боло донанд, зеро пешрафти давлат осудагии мардум аз солимии ҷомеа вобастагӣ дорад. برای تطبیق باسماری هدف چهارمین استراتژی مملکت صنعت کنونی کشور تیار کردن متخصصان جوابگوی زمان معاصر مهم و سری وقتی می باشد. با این مقصد در اساس شرطنامه‌های همکاری دانشکده تکنولوژی و منیجمنت اینوواسیونی در شهر کلوب با مؤسسه‌های عالی تعلیمی فدراسیون روسیه زیاده از 300 نفر دانشجو به تحصیل فرا گرفته شده است. گزارش محمد علی سفر و خورشیدی سعید احمد. در دانشگاه تکنولوژی ولایت کاسترامای فدراسیون روسیه متخصصان اساساً از روی اختصاص‌های مهندس، تکنولوژهای ساحه‌های تکنولوژی صنعت نساجی، طراحی و تزیین، تکنولوژی محصولات دوزندگی، ماشین‌ها و دستگاه‌های صنعت بافندگی، تکنولوژی مکانیکی صنعت نساجی و بافندگی، رنگ‌وباری متاع، تأمینات برنامه‌ای تکنولوژی محصولات نساجی و دوزندگی، اتوماتیک روندهای تکنولوژی تیار کرده می‌شود. بنیاد گردیدن کارخانه‌های زیادی نساجی و بافندگی در جمهوری تاجیکستان ضرورت تیار کردن چنین متخصصان را به میان می‌آورد. طول 5 سال همکاری‌های با ثمر دانشکده تکنولوژی و منیجمنت اینوواسیونی در شهر کلوب با دانشگاه دولتی تکنولوژی کاستراما قسمی از دانشجویان بعد ختم دانشکده مذکور حالا در کارخانه‌های ساحوی جمهوری کار و فعالیت دارند و دانشجویان بالای خط از روی زینه‌های ماگیستراتورا و اسپیرانتورا تحصیل را ادامه می‌دهند. روند همکاری‌ها نه تنها برنامه تیار نمودن متخصصان را فرا می‌گیرد، بلکه زمینه علمی اینوواسیونی دانشگاه مذکور با جلب عالمان ورزیده ساحه برای تیار نمودن کادرهای علمی، تهیه و تطبیق لایحه‌های علمی اینوواسیونی زمینه مساعد را فراهم می‌آورد. محمد علی سفر، خورشید سعید احمد از ولایت کاسترامای فدراسیون روسیه برای برنامه اخبار. بینندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار خاتمه می‌یابد. خیر، سلامت باشید.